نکو آبروی خودت، آبروی اسلام، آبروی افغانیت را نبر. گر خدا پرده بردارد زیروی کار آدم ها. سبحان الله. چه شادی ها خورد بر هم، چه شادی ها شود. آیه داریم در سوره تکویر است. وقتی بنده گناه میکند سرکشی میکند، آنقدر گناه به اندازه کوها. الله در یکی از این آیه های سوره تکویر میگه فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ابی را کلمه یک بخوانین. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کجا فرار میکنه ای بنده؟ کجا میری ای بنده؟ کسی که در آغوش پروردگارش نباشه به جای دیگر آرامی هست؟ برخیز دلا که دل به دلدار دهیم، جان را به جمال آن خریدار دهیم. برخیز دلا که دل به دلدار دهیم، جان را به جمال آن خریدار دهیم. عزیز من، تو این دل را به اون بده، این دل را خانه اون بکن، هرچه میخواهی برای تو عطا میکند. اگر تمام دنیا را میخوای تو دل بده، الله دنیا به تو میده. تو دل بده، الله آرامش دنیا را داخل دل تو میاندازه. ولی امروز ما دل را به کجاها دادیم؟ به چیها دادیم؟ به چیها دادیم این دل را؟ چقدر ارزش و قیمت این دل پایین است پیش ما. به هر چیزی که رسیدیم این دل را به اون دادیم، در حالی که این دل فقط به الله باید داده شود. اگر این دل را تقدیم الله کردی، با آرامش کامل دنیا و آخرت رسیدی. بگو یک بار الله اکبر. پس ستاریت الله که گناه بنده را میبیند. گر خدا پرده بردارد، بگو گر خدا پرده بردارد زیروی کار آدم ها. سبحان الله. چه شادی ها خورد بر هم، چه شادی ها شود رسوا. یکی خندد ز آبادی، یکی گرید ز بربادی. یکی خندد ز آبادی، یکی گرید ز بربادی. چه فاسق ها شود عابد، چه عابد ها شود فاسق. چه صادق ها شود کاذب، چه کاذب ها شود صادق. چه زشتی ها شود رنگین، چه تلخی ها شود شیرین. چه بالاها رود پایین، چه اسفل ها شود علیا. عجب صبر خدا دارد که پرده بر نمی دارد. الله اکبر. عزیز من، این ستاریت الله هست. وقتی الله کریم و مهربان تو این اندازه ستار است، بیا برگرد به سمت الله. باز هر آنچه هستی باز گر کافر و گبر و بت پرستی باز این درگه ما درگه نومیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی، 1000 بار اگر توبه شکستی بازا. پس چونین الله ستار داریم. ای عاصی مرا صلح است با تو، ای عاصی با تو مرا صلح است هرگز جنگ نیست. زان که غیر از غم تو را اندر دل تنگ نیست. روی زرد خود به ما کن، زان که بر درگاه ما هیچ روی بهز روی زعفرانی رنگ نیست. در دل شبها رسن، اسپانه میگه، در دل شبها رسن در گردن افغان توبه کن. بنده را پیش خدا از توبه کردن ننگ نیست. پس عزیز دل من، دوم نعمتی که الله رب العزت و الجلال نسبت به گناهگاران و امت محمد امین صلی الله علیه و سلم داده چی هست؟ ستاریت الله هست که گناهان بنده ها را میپوشاند. سوم، الله رب العزت و الجلال از بنده گناهگاری که چقدر گناه کرده نعمت نمیگیرد. این همه با این چشم گناه کردیم هنوز خوب میبیند. این همه با این گوش گناه کردیم هنوز خوب میشنود. این همه با این زبان گناه کردیم هنوز خوب میگوید. این همه با این دستان گناه کردیم هنوز کار میدهد. الله رب العزت و الجلال
بنده گناهگار رو گناه کرده، نافرمانی الله کرده، ولی نعمت از او نگرفته. هنوز نفس میکشه، هنوز نفس میکشه. پس اون بنده‌ای که برمیگردد به سمت الله، الله جل مجده به رسول صلی الله علیه و سلم در یک آیه های سوره حجر میفرماید نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. خبر بده ای محمد امین صلی الله علیه و سلم، نبئ عبادی، خبر بده باز هم بندگان مرا. از چی خبر بده؟ انی انا الغفور الرحیم، که من بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان هستم. پس عزیز دل من، خواهش من از جوان عزیز این است، هم در اینجا هم جوانانی که بعداً در صفحات مرا میبینن، خواهش من این از جوان گرامی، جوان عزیز، خواهری که در آمریکا و جرمنی و کانادا و فلان کشور زندگی میکنی، نگو که از همه دورم، کسی نیست، محتسب نیست، امر به معروف نیست. الله رب العزت و الجلال گناهان تو رو میبیند. نکو آبروی خودت، آبروی اسلام، آبروی افغانیت را نبر. نکو این کارهایی که رضای الله در اون نیست، رضای نبی در اون نیست، آرامش در اون نیست. برگرد به سمت الله. این ماه ماهی است، ماه بازگشت. همین قسمی که در ماه مبارک رمضان چادر به سر کردی که ماه رمضان آمده گناه نباید بکنیم، تصمیم بگی که بعد از رمضان هم به گناه بر نگردی. بنده رمضان نباش. بنده رمضان بنده خدا نیست، بنده الله باش، بنده رحمان باش. تنها داخل مسجد بندگی نکن، بیرون مسجد هم بندگی به الله کن. تنها جلوه مردم بنده نباش، در خلوت هم رفتی بندگی به الله بکن. پس عزیز دل من، ما گناه کردیم، الله رب العزت و الجلال نعمت از ما نگرفت. از نعمتهای الله استفاده میکنیم. به پیامبر میگه خبر بده به بندگان من که من غفور و رحیم هستم. پس وقتی این اندازه پروردگار غفور و مهربان داریم، کجا میریم؟ فین تذهبون؟ کجا میرویم؟